سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیزان و بینندگان چینل رفیقانه در سراسر دنیا. دوستای عزیزی، منطقه را که میبینین منطقه ورسج تخار است، ولایت تخار زیبای نازنین که بسیار یک راه دشوار هم داشت تا ورسج و از سمت فرخار ما با ورسج آمدیم. این ویدیو را به خاطر از اینکه 3000 ساعت واچ تایم ما پوره شد، برای تمام دوستای عزیز ما که بیننده ما هستند، خصوصا مسافرایی که دور از افغانستان هستند و پشت افغانستان دق شدن، این طبیعت زیبا را، این منظره زیبا را تقدیمشان میکنیم. و دوستای عزیز از ما حمایت کنین و چینل ما را سابسکرایب کنین. همچنان در کامنت ها منتظر نظریات نیک شما هستیم. تشکر.